حکایتی از عبید زاکانی. این شب هم کلی خر میکنم. چه مرد سخاوتمند، ببین چی خوب صدقه میکنه. این چی معنی دارد؟ ثواب صدقه به بر دزدی برابر گردد و در میان چربو و دنبه‌اش فایده باشد، نه که اگر از راه بد آید دیگر نیکی نیست. راست میگویی، راه راست بهتر است. در سرزمین خرد راه راست از حیله شیرین بهتر است.